اگر درد داری با مالک دردها به میان بگذار، با رب. و کن من الساجدین، سجده کن، ما را بخوان، شکایت خود را به سوی رب و مولا بکن. وقت به طایف می روند رسول الله صلی الله علیه و سلم را با سنگ و با کفش استقبال کردند و رسول الله را بر علاوه که از شهر خود بیرون کردند، سفها و جهال و انسانهایی از خدا بیخبر را به پشت سر رسول الله انداختند که پیامبر را بزنند و زده زده از شهر طایف بیرون بکنند. وجود مبارک زخمی می شود. اون رحمت للعالمین. چقدر رسول الله محبوب به درگاه رب العزت و الجلال، اما رسول الله خونالود می شود، سنگ پرتاب می شود به وجود نازنین رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد از اینکه بدن مبارک خونالود می شود و زخمی می شود، سنگها از هر طرف به طرف رسول الله پرتاب می شود، کفشها پرتاب می شود، خسته می شود، مانده می شود، به سوی الله دست بلند می کند و شکایت خود را به سوی رب و مولایش می گوید: اللهم اشکو الیک ضعف قوتی. سبحان الله. ای رب، من از ناتوانیم به تو شکایت می کنم، من از این که ناتوانم، از این که زخمیم، وجود من زخم فرا گرفته، من به تو شکایت می کنم. رسول الله هم به خدا شکایت می کند: اللهم اشکو الیک ضعف قوتی و قلت حیلتی و هوانی علی الناس. ای الله، از این که در بین این جهال من خارم، از من متنفر و بیزارن، من به تو شکایت می کنم. انت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمینی. انت رب المستضعفین، تو رب ضعیفا و فقرایی. من با تمام فقر و بیچارگیم تو را فریاد میزنم: انت ربی، تو رب منی، تو مولای منی، تو خالق منی. الی من تکلنی، مرا به کی می سپاری ای رب؟ اللهم انی اشکو الیک، به سوی تو شکایت می کنم. همه ما باید به سوی خدا شکایت بکنیم. حضرت یونس علیه السلام وقتی که بدون اجازه خدا، بدون فرمان خدا قوم خود را ترک می کند، رب العزت و الجلال یونس خود در شکم ماهی زندانی می کند. و ذنون اذ ذهب مغاضبا، با خشم و غضب از میان قوم خرف بدون اجازه رب. فظن ان لن نقدر علیه، گمان کرد و فکر کرد که خدا بر او تنگی نمی کند، او را تنبیه نمی کند. الله او را انداخت داخل دریا و داخل شکم ماهی. الله گاه پیامبران خود در داخل شکم ماهی زندانی می کند، اما بنده نباید عقب نشینی بکند. فنادا فی الظلمات، سبحان الله، در تاریکی های شب و تاریکی های دریا و تاریکی های شکم ماهی، فنادا، ندا سرداد یونس ما: الله اله الا انت، هیچ خدایی و هیچ معبودی وجود ندارد. اونجا یونس در قعر دریا میداند که اینجا هیچ کس نمیتواند از این قعر دریا مرا نجات بدهد. اون معبودی که میتواند نجات بده اون رب و مولاست.
لا اله الا انت، هیچ خدایی نیست، هیچ معبودی نیست. سبحانک، ای الله تو پاکی، تو منزهی، تو خیلی بزرگواری. اینی کنت من الظالمین، من از جمله ظالمینم. نگفت من پیامبرم، من پیامبر تو هستم، نه، اینجا عجز و عاجزی خود را به درگاه رب پیش کرد. گفت خدایا من ظلم کردم به نفس خودم. این یونس بنده ظالم تو العیاذ بالله که یونس خود را به این صفت موصوف کرد، از این همه تاریکی ها توی رب بر فریاد میزند. و خداوند به شکایت یونس خود گوش داد. حتی از شکم ماهی هم فریاد میره بالا، الله گوش میدهد. در تفسیر نور و فروزان به نقل از تفسیر در المنصور میگه وقتی یونس این بنده خدا شکایت را به سوی رب العزت و الجلال کرد، گفت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، ای الله من از جمله ظالمینم. این صدای یونس رفت به زیر عرش رب العزت و الجلال. ملائکه گفتن خدایا ای رب العزت و الجلال، صدای یک شخص آشنایی از سرزمین غریبی می آید، هی طور فریاد می زند. الله میگه آیا نشناختید این صدا صدای کیست که از سرزمین غربت، شکم ماهی، جایی که هیچ کسی دیگری نیست، اما یونس به رب العزت و الجلال امید دارد که حتی خدا رب و مولا میتواند از این تنگنای شکم ماهی مرا نجات بدهد. ناامید نمی شود. وقتی چنین ربی و چنین مولایی و چنین خدای داری، حتی در این حالت تنگنا هم ناامید مشو. شما نمی شناسید این صدا صدای کیست که از سرزمین غربت رب بر فریاد می زند؟ نه یا رب، صدای آشنایی دارد اما نمی دانیم که این صدا از اون سرزمین غربت که تو رای فریاد می زند صدای کیست. از قعر دریا صدا میره به عرش رحمان. این که دست خود بنده بالا می کند با کمال تواضع و فروتنی الله الله میگوید، این الله الله میره به عرش رب العزت و الجلال. به اونجا میره آسمان، عرش رحمان، صدای تو مبارکه. این بنده کیست که الله الله میگه بس صدای لا اله الا انت سبحانک، خدایا تو بزرگی، عظمت رب العزت و الجلال رو از دل شکم ماهی و از درون دریا میگه سبحانک، تو خیلی بزرگی، تو خیلی بالایی، تو خیلی با عظمتی. هیچ کس دیگر نیست. زندان شکم ماهی از این همه چغوری ها فریاد الله را میده. خدا این بنده ای تو کیست که اینطور صدا میکند؟ صدایت میه به عرش، میگه لا اله الا انت، هیچ ذاتی نیست، هیچ معبودی نیست، هیچ خالقی نیست، هیچ ربی نیست. من در تنگنای شکم ماهی قرار گرفتم، هیچ راهی برای نجات این بنده خدا یونس نیست مگر این که توسل بجویم به رب العزت و الجلال. اون خدا میتواند حتی در اعماق مشکلات و غمها هم باشی، فریاد رب بر بزنی، اون میتواند تو را نجات بدهد. الله به ملائکه میگه این صدای یونس من است، صدای بنده من است. یونس پیامبر و نبی من اون سرزمین غربت
شکم ماهی است که از اونجا رب خود فریاد میزند. ملائکه میگن خدایا، ای رب و ای مولا، یونس بنده شاکر؟ رب میگه بله. پیامبر، اون کسی که همیش دست به دعا بود، اون کسی که همیش الله الله را میخواند، او را من زندان کردم، نه در زمین بلکه در زیر دریا، او هم در شکم ماهی. کی میتواند از الله بپرسد چرا چنین و چنان کردی؟ مالک و خالق و رازق هر چه بخواهد آن کند. کسی از رب نمیتواند پرسان بکند. فقط یک چیز الله خیلی دوست داره، عجز و ناتوانی بندگان. ملائکه گفتن خدایا، بنده ای که در حالت صحتمندی تو را خواند، آیا او را نجات نمیدهی؟ الله میگه من او را نجات میدهم. خداوند به ماهی دستور میده که بنده هم یونس را در جای امن و امان قرار بده. گاه باید با رب و مولایت التماس بکنی و دعا بکنی و از رب و مولا بخواهی. به خدا صدای تو را میشنود. خیلی ارتباط زیبای بنده با رب و مولای خود دارد. اگر رب العزت و الجلال مصیبتی و یا مریضی به سوی تو فرستاد، باز هم رب خود را فراموش نکن. ارتباط جانانه با رب العزت و الجلال برقرار بکن. از الله بخوا رب العزت و الجلال یونسی که از اعماق دریا نجات داد. میفرماید و کذالک ننجی